سلام به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم و در برنامه امروز پنجشنبه 25 ایول این موضوع ها را داریم. ناآرامی های اخیر سد راه ملاقات رهبران تاجیکستان و قرقیزستان نشد. فردا پرزیدنت های دو کشور در واروخ دیدار و ملاقات میکنند. کودکانی از عراق برگشته به کودکستان و مکتب اینترنت ها تقسیم شدند. دولت آنها را به نزدیکانشان دادنی نیست. یعنی از افساله بالا و احتیاجات به تحصیل در مکاتب تحصیلات همگانی دارند و اختیار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند. تاجیکستان امید دارد عفو مهاجران در روسیه تا آخر سال روان انجام می شود. صرف نظر از مناقشه های چند روز اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در واروخ، پرزیدنت های دو کشور فردا به این منطقه می روند. تا کنون مذاکرات جانب ها در سطح معاونان نخست وزیر دو کشور عظیم ابراهیم و جینیش رزاقوف در قلمرو قرقیزستان ادامه داشت. هنوز معلوم نیست در دیدار پرزیدنت ها یگان حجت و یا سازش امضا می شود یا نه، اما در چندین سال اخیر بار اول است که مقامات دو کشور در سطح عالی در مرز واخورده مسئله تقسیم و علامت گذاری سرحد را بررسی می کنند. جزئیات سفر پرزیدنت های دو کشور را به واروخ همکارم میرزا نبی خالقزاد شرح می دهد. ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با همتای قرقیزش سورونبک جیمبکوف فردا صبح بروقت در آقسای و واروخ در این چهارراه آغاز می شود و این دو پرزیدنت در اونجا با مردم این منطقه ملاقات میکنند، به حرف و صحبت های آنها گوش میدن، مشورت میدن، چون که 3 روز گذشته در اینجا مناقشه ها سر زد و در نتیجه این مناقشه 10 نفر زخمی شدند، تیر خوردند و یکی از آموزگاران از دهه واروخ در اینجا کشته شد. جلال الدین قرایف معلم یکی از مکتب های واروخ در اینجا جان داد و حالا حاضر در بیمارخانه شهر اسفره تقریبا 5 نفر از شهروندان یعنی ساکنان واروخ بستری هستند. پس از این ملاقات و دیدار در واروخ و آقسای، پرزیدنت های هر دو کشور برمیگردند میآیند به مرکز شهر اسفره و در اینجا ملاقات رسمی آنها آغاز شده تا ساعت 3 روز جمعه ادامه خواهد کرد. در این ملاقات آنها به موضوعهای مهمی که خصوصا این مسئله که 3 روز در اینجا رخ داد و مردم هر دو طرف بیشتر نگران بودند، این مسئله را بررسی میکنند و مسئله دیگری که پرزیدنت های هر دو کشور بررسی خواهند کرد مسئله مرز در تشخیص و علامت گذاری مرز هر دو کشور است، خصوصا در مسئله قطعه های بحثی که طی چند سال اخیر این ادامه دارد و کمیسیون بین دولتی برای حل آنها عاجزی کشیده ایستاده است. پرزیدنت هر دو کشور سر این مسئله گفتگو خواهند کرد. طوری در صحبت با ما ساکنان واروخ گفتن این یکی از شانس‌های مهمی هست که در این ملاقات در سطح سران اول کشورها این مسئله باید حل نهایی خودشان را پیدا کنند. بینندگان عزیز، ما خبر و تحولات مربوط به واروخ و سفر دو رئیس جمهور به این منطقه را هر لحظه پیگیری داریم. تازه ترین اخبار مربوط به این موضوع را در سامانه www.azadi.org می توانید پیدا و مطالعه کنید. 84 کودکی که 2 ماه پیش از عراق به تاجیکستان آوردند به مکتب اینترنت ها برای ادامه تحصیل تقسیم شدند. پس از بازگشت 3 ماه آنها در کودکستان موضع خرنگان نگاه داشته می شدند. والدین این کودکان در جنگ های سوریه و عراق کشته شدند و یا در محبسند. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان امروز در شهر دوشنبه گفتند هیچ یکی از این کودکان به نزدیکانشان داده نشده است و تحصیل را در کودکستان و مکتب‌ها و مرکزهای کسب آموزی ادامه می‌دهند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم شادمان یتیم و زرنگزی نوروزشاه. 84 کودک از عراق آورده شده تاجیک بعد حدوداً 3 ماهی نگهداری در آسایشگاه خرنگان این موضع را ترک کردند. 44 نفرشان تا سن 5 سالگی با اختیار خانه کودکان رقم 2 شهر دوشنبه. 33 کودکی که سن تا مکتبی هستند یعنی از 7 ساله بالا و احتیاجات به تحصیل در مکاتب تحصیلات همگانی دارند و اختیار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روانه گردیدند. در میان 84 نفری از عراق آورده شده 2 نفر فرزند داشتند. این افراد که سنشان به 18 نزدیک بوده است به وزارت مهنت و مهاجرت برای کسب آموزی انتقال شدند.
اما یگان نفر از این کودکان و نورسان تا حال به خویش و نزدیکانشان سپرده نشدند. خانواده های آنها هم در تاجیکستان تمام این مدت منتظرند که کودکان به آنها داده می شوند. آنهایی که حاضر در خانه کودکان هستند در اساس به ترتیب در آوردن حجت‌هاشان مشخص ساختن شخصیت آنها آهسته آهسته زینه به زینه با پیشنهاد تکلیف و درخواست‌های خویش تبار و نزدیکان و پیوندانشان کودکان زینه به زینه با خویش تبار برگردانده میشد. مقامات تاجیک شب 30 اپریل سال جاری 84 فرزند جنگیان عضو گروه تندروی دولت اسلامی را از بغداد به دوشنبه آورد. مادران بسیاری از آنها برای همزیستی با اعضای گروه تندروی دولت اسلامی زندانی گردیدند. نزدیکان برخی از این کودکان میگویند میدونند که آنها را از خرنگان بیرون آوردند، اما برایشان دقیق نگفتند که کی این اطفال را به عائله ها میدهند. وزیر کارهای داخلی هم دو روز پیش گفته بود برای مطابق شدن این کودکان با جامعه و حیات سالم برنامه مخصوص دولتی راه اندازی می شود. شخصانی که در دعوت‌های جنگ زده خود بودند، کلان شدند یا اشتراک کردند، عموما مفکوره آنها خیلی دشوار و با مفکوره‌های گوناگونی منو رویه‌های افراطی خیلی پر گشته است، پر شدگی است. و ما تمام چهره را دیدیم که آنها با جامعه مطابق ساختن خیلی چهره دیدن در کورد. انتقال کودکان و نورسان از عراق آورده شده به مکتب اینترنت و خانه‌های کودکان در حالی است که برخی از نزدیکان این اطفال 2 ماه باز انتظار قبول آخرینشان از فرزندان خود هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به تاجیکستان توصیه داده بود که برای هر چه زودتر مطابق شدن کودکان با محیط آسایشته باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند. مقام‌های تاجیک امیدوارند که تا آخر سال در مسئله عفو مهاجران کاری تاجیک با روسیه سازش حاصل می شود. یک مقامی وزارت مهنت امروز در دوشنبه به خبرنگاران گفت مذاکرات میان نماینده این نهاد و ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه ادامه دارد و انتظار می رود تا انجام سال عفو مهاجران حل شود. مسئله عفو مهاجران در دیدار امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در مسکو نیز مطرح شده بود. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم شهلای عبدالله. اسماعیل محمدعلیف در بازار دوشنبه مردی کار است. او چند سال در روسیه مهاجری کاری بود، اما 4 سال پیش اخراج شد. خیلی اشتباه کردیم که همونجا اشتراف ممکن چند جای در رفتیم شما مناقشه قبول نکردن چی اونجا نمیفهمیش دیگه چی گپه. میگوید در مهاجرت ماهانه بیش از 40,000 روبل روسی یعنی بیش از 6,000 سومانی معاش میگرفت، اما در تاجیکستان ماه نزدیک به 1000 سومانی کار میکند. پول یافتنش قینه اینجا در روسیه میوید با او درجه که خودت بگوی خانه ریمون بکنم نمیتونی. اسماعیل یکی از 250,000 مهاجر از روسیه رانده شده است که هر ساعت و هر روز انتظار عفو هستند. عفوی که مقامات دو کشور با آنها وعده دادند. مقامات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی میگویند امیدوارند که تا آخر سال جاری مسئله عفو مهاجران تاجیک با روسیه حل می شود. از جانب پرزیدنت فدراسیون روسیه با ساختارهای مربوطه آن کشور اوید به بررسی مسئله مذکور دستور سپارش داده شده است و در این زمینه از جانب نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه اوید به مهاجرت بررسی این مسئله با سرریاست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به مهاجرت ادامه دارد و باید تذکر داد که این مسئله مورد بررسی است و ما امیدوار هستیم که از جانب فدراسیون روسیه این مسئله شاید تا آخر سال حل خود را یابد. دوام یک سال اخیر شمار مهاجرانی که راهشان به روسیه بسته شد 50,000 دیگر افزود. مهاجران کاری تاجیک اساساً با 2 دلیل مشکل حجت و نقض قاعده‌های بود و باش از روسیه اخراج می‌شوند. فیض‌الدین علیف یکی از آنها است که با دلیل مشکل در حجت‌هایش از روسیه اخراج شده است. ضمن یک نشست مقامات شرح دادند که کیها می‌توانند امیدوار عفو باشند. مثل عفو قبلی، عفو پیشینه فقط آن حقوق ویرانکنی‌های را در بر می‌گیرد که یعنی وابسته به ماده‌های معین است، یعنی قانونگذاری فدراسیون روسیه. مسئله عفو نوی مهاجران تاجیکی راهشان با روسیه بسته است
نخست در جریان سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به روسیه در ماه اپریل صدا داد. رئیس جمهوری تاجیکستان در این سفرش از مقامات روسیه خواست که بار دیگر مهاجران اخراج شده تاجیک را عفو کنند. سالانه از تاجیکستان به روسیه بیش از 1 میلیون نفر برای کار می روند. وزیر معارف تاجیکستان پیشنهاد کرد که کارخانه مخصوص برای استحصال پایافزال برای خوانندگان مکتب مشغول شود. اما کارشناسان و والدان در تاجیکستان به ساختمان کارخانه پایافزال مشغول شدن وزارت معارف را نادرست می‌شمارند. چرا؟ گزارش تلویزیونی نسل شفریم را در این باره طاهری سفر تقدیم می‌کند. معلوم نیست که آیا در مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان پایافزال یگانه مکتبی جاری می شود یا نه. از یک سو وزیر معارف می گوید استحصال پایافزال را در نزد یکی از دانشگاه‌ها تنها به خاطر آماده کردن متخصصان و پایه گذاشتن برای رشد این ساحه به راه می مانند. گفته می شود کسی خوانندگان مکتب را برای خریدن پایافزال استحصالی وطنی مجبور نمی کند. از جانب دیگر گپ سری بازار کلا نمی رود. نوریدین سعید وزیر معارف حساب کرد که در یک سال برای خوانندگان 6 میلیون جفت پایافزال ضرور است. سال 2014 در تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شد. ماموریت مکتب ها که همگی تابع وزارت معارف هستند از والدان خواستند لباس ها را تنها از استحصال کنندگان معین وطنی بخرند. عین چنین حالت می تواند با پایافزال هم صورت بگیرد. استحصال میکند استانداردهای جهانی، استانداردهای داخلی کتی که پورا با پای کودک با حال کودک موافق باشد. هیچ خیلی ما معین نکرده ایم که پوستش ای کجا باشد و رنگش چی باشد و دیگر معین ما نکرده ایم. سر این مثلا ما کار هم نکرده ایم هنوز. استحصال کننده وطنی را دستگیری کردن ممکن است میگویند کارشناسان، اما نرخ پایافزال وطنی با نظرداشتی آن که واردات زیاد از چین و روسیه و ترکیه چند خواهد بود. آیا تولید کنندگان وطنی بدون حمایت بازار داخلی می توانند با مالهای خارجی رقابت کنند؟ در حالی که اهالی نه چندان دارای تاجیکستان در اکثر حالت میکوشند محصولات را بخرند که ارزان تر است. کارشناسان میگویند در این جاده باید تحقیقات های عمیق گذرانده شود و به این کار باید متخصصان وزارت صنعت مشغول شوند، نه هوسکاران از وزارت معارف. کاری هر یک کارخانه را باید از جهت اقتصادی اساسناک کرد. متخصصان بودن ذخیره های اشیاء خام، نرخی آن، درآمدناکی و فایده را باید به اینابت گرفت. نه اینکه یک وزیری که از الفبای اقتصاد کم چیزی را میفهمد و درباره ساختمان کدام یک کارخانه گپ زند. ساکنان تاجیکستان هم جانبدار استحصال کننده وطنی هستند، اما نمیخواهند آنها را برای خرید پایافزال از کارخانه مشخص مجبور کنند. اول تجهیزات می‌آورند و البته خرج آن را به بالای نرخ پایافزال ضم می‌کنند. این گران می شود و برای ما سودآور نیست. بهتر است مالهای چین را خریم که نرخش به ما دسترس است. البته پایافزال یگانه خوب است، اما مجبور کردن آدمان که از فلان نقطه پایافزال خرید کاری درست نیست به فکر من. اینجا منفعت کدام آدمانی الهیده است. کپیتالیسم است دیگر. در هر حالت نوریدین قیوموف میگوید برای ماندن استحصال پایافزال کاری سهل نیست و این کار سالها طلب میکند. با وزارت معارف از بودجه برای این کار کسی مبلغ نمیدهد، یعنی باید سرمایه گذاری یافت. این تشبوسی که در وزارت معارف به وجود آمده است با گفته قیوموف احتمال در وزارت صنعت خاتمه مییابد. یک صدمه نقلیاتی در استرالیا جنایتی را آشکار کرد که میتوانست باعث معتادی و مرگ صدها نفر دیگر شود. حادثه از برخوردن ماشین یک راننده عادی به ماشین کارمند پلیس آغاز یافت. اما کارمندان پلیس را نه خودی صدمه بلکه موادی که از داخل ماشین پیدا شد به حیرت انداخت. مومن احمدی تفصیلات حادثه را میگوید. در شهر سیدنی استرالیا صدمه با ماشین پلیس باعث شد که 270 کیلوگرم مواد مخدر صنعی امفتامین مصادره شود. راننده‌ای که در ماشینش قوطی‌های امفتامین را انتقال می‌داد با ماشین‌های پلیس برخورده از جای حادثه فرار کرد. پلیس به زودی موفق شد که راننده 28 ساله را دستگیر نماید و در جریان کافتوکاو ماشین غیر منتظره مواد مخدر صنعی یا خود امفتامین را پیدا و مصادره کند. در این تصادف کسی جراحت نبرداشت ولی چند ماشین‌های پلیس زیان جدی دیده است. فرد متهم برای قاچاق مواد مخدر و رانندگی به مسئولیتش جوابگوی خواهد بود.
و اخبار از این بیشتر بیننده ارجمند در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی، توییتر پیدا کنید. تا برنامه‌های بعدی، خداحافظ.